لذا تمام دانشمندان جهان در بحثی در تحت عنوان The Science of Achievement یا علم دستاوردها در واقع پیشنهاد میکنن، میگن اولین قدم برای اجرای راهی که به دستاوردها برسد هدف است. لذا دوست دارم که نفس هدف هم خودش یک تصمیم است که این تصمیم ها رو باید بسازی، هدف سازی باید بکنی، تصمیم سازی باید بکنی و مهم است که چه تصمیماتی و چه هدفهایی در آینده باید داشته باشی و هدفات رو باید مکتوب کنی. هدفی که فقط تو ذهنت بشه به درد نمیخوره. هدفی که مکتوب میشود و هر روز میبینیش و هر روز نگاهش میکنی و دوره میکنی و به خودت هشدار میدهی یالا چند روزی مونده تا سن 70 سالگی. شوخی نداریم، چند روز دیگه مونده، چون فاصله الان تو تا 70 سالگی تو فقط چند روز است، همونطوری که برات گفتم. و سخن این استش که تک تک روزها رو چگونه طی میکنی. لذا در نوشتن هدفها و برنامه‌های زندگی رازی نهفته است. هدف گذاری کن، براش برنامه‌ریزی کن و برای که هدفی که به برنامه‌ریزی نینجامد به درد نمیخورد. هدف فقط رو کاغذه، ولی وقتی که براش برنامه‌ریزی کلید گنج هدف‌هایی است که با اجرای آن در سن 70 سالگی تو بسیار خوشحال خواهی بود که حتی وقتی از این دنیا می‌خوای بری، اون لحظه‌ای که اسرائیل در محضر تو حاضر می‌شود و می‌خواد جان تو رو بگیره، کلامی میگی که همون کلامی که علی علیه السلام گفت، میگویی فزت و رب الکعبه، که به خدای کعبه رها و رستگار شدم و این نهایت احساس رضایت است از زندگی یک انسان در آخر عمرش و این روزی که برای همه ماها میرسد، آخر عمر برای همه ماها میرسد و چقدر قشنگ است که الان هوشیار و بیدار باشیم که به گونه‌ای زندگی کنیم که در پایان زندگی بگوییم که فزت و رب الکعبه، که به خدای کعبه رها و رستگار شدم.